هیچ وقت کلاس ها تعطیل نه. الان وا اینه کلاس تعطیل، خانه وا بباره یا بارش بباره کلاس تعطیل. اصلا اصیلی دقیقت می بشونم که الان آنلاین کلاس برخط کن چیکار کنید؟ اکبر خودکار بره. چی یعنی مرد حساب؟ ماری خودکار بیده. الان واقعا کلاس داری؟ بابا سر کلاس دارم، همون حرف نزن دیگه. کلاس دیگه سیکدا زیشلوار پاتوبن به کلاسه. دیگه کلاس فرق کرده. اون موقع ولی نیگه. الان فرق کرده. کلاس آنلاین اینجوریه دیگه. بفرشینی بفرم میوه. بفرم به خودت راستی کنکور دارنی؟ سب یه سب استاد بارم. چی به استاد؟ الو. سلام استاد. استاد ببخشید آقای قدر میتونه بیاد ام کلاس ده؟ عرف به فلنج تعطیل علزه. من سری مهمان داشتم بعد نتونستم کلاس آنلاین اونجا برگزار کنم. حالا خانم یعزاده تایکونده است. خانم یعزاده بوت میتونه اینجا کلاس برگزار کنه، بوتی که چون به خاطر درس مدرسه است اب نکنده توندی. خواهش کنم قربان شما. تشکر. آقای غریبی سلام رسوندن. من سلام رسوندم یا به استاد سلام رسوندن. خب سلام بر قربان. آقای غریبی سلام رسوندن. قربان شما. دیگه حضور دارن دیگه. باشه قربان شما. خاطر خالبازی تمام با یه بود جمع که ماشه برنامه استاد اجازه آقای قدیم بوده ته خالبازی تمام با یه کلاس درس تو اینا کنه. ته بودی ته خالبازی من آقا اجازه به دراغ کن من بر باطمه. آقا اجازه گوشی استاد استاد سلام علیکم وقت شما بخیر. استاد به اینجا پرتقال نارنگی حد شیرین دانمارکی ندون به سبشکه همه چی داره. بی چی کلاس استاد؟ الو استاد لیمو هم داره اینجا این خرمالو هم داره. بود اب نکنده کلاس آنلاین اب نکنده. هیچی دیگه استاد بود اب نکنده. ببخشید اب کرده چی دیگه الان چی اب نکنده؟ الان فرق نه همینجور فرق. با این فرصت دیگه باید مثلا کرونا با این فرصت هست. تو این فرصت از فرصت ها استفاده کنی. خاطرش کلاس داد. خواهشم. استاد معدل چند به امشا؟ چند دوست دانی دراده؟ 20 نده خب 20 درست نیه ارزایه بونه 18 خوبه 18 خوبه دست در کن انشا بنوشته من الان خوندم استاد موضوع انشا چیه؟ آقای قدیم آقا اجازه موضوع انشا چیه؟ آقا گوشی کلاس رو دانی که چه تعلم بود بمانی ببین میکار حفظونه گوشی برو سریع برو بار استاد کرونا داره گوشی چه؟ استاد ببخشید نه گوشی دم بده ببخشید نه هنیش دیگه انشار بابا هنیش من دیگه خونده الو استاد انشار خوندم گوشی خب هم گوش کن دیگه خب انشار بخوندم خب دوستان بیتون انشار بخون نیاز نیه هنیش بخون الان باشه کجاست موضوع انشار خب سلام استاد شروع کنم استاد با اجازه سلام امیدوارم سلام گرم و صمیمانه مرا که از اعماق وجود و قلبم نشأت گرفته و سرشار از عشق و محبت دست گلی از گلستان خودمون رو نثارتون میکنیم پذیرا باشید. اینطور بود اول انشا باید اینا رو باری اول اینا رو باید خب موضوع انشا دوران کرونا را چطور گذراندید؟ ما در دوران کرونا به حرف مسئولین خود گوش میکنیم. نقطه. یک مسئول گفت کرونا خطرناک است. نقطه. من خونه من میشتیم ما به خاک رفتیم ما به خانه رفتیم. مسئول دیگر گفت کرونا مثل سرماخوردگی است. نقطه. پس ما بیرون آمدیم. مسئول دیگر گفت کرونا میکشد. نقطه. پس دوباره به خانه رفتیم. مسئول دیگر گفت باید همه جا باز شود. نقطه. پس ما دوباره بیرون آمدیم. مسئول دیگر گفت وضعیت قرمز است. پس ما به خانه رفتیم. استاد ببخشید او دنیه؟ نه بخو ادامه مسئولان بود. مسئول دیگر گفت وضعیت زرد است. پس بیرون آمدیم. مسئول دیگر گفت صورتی کم رنگ است. صورتی نده من وسط انشاء است. نمره کم کردم. استاد این حرف زد. مسئول دیگر گفت ما واکسن ساختیم همه بیرون آمدیم. مسئول دیگر گفت امیدی به واکسن تا 2 سال آینده نیست. پس دوباره به خانه رفتیم. حتی توفم قول به فلیق بر
خب. مسئول دیگر گفت کرونا صبحها میخوابد و شبها بیدار است. 6 لبسنه حالیه. از ذکر کردم. و ما ساعت 18 6 دیگه آره. 18 به خانه هایمان رفتیم. مسئولی گفت ما باید ماسک بزنیم. ماسک اجباری است و کسی که ماسک نزند جریمه می شود. حتی برای حتی برای عبور مرور خودروها هم جریمه 500,000 تومانی برای هر دوربین. مثلا تو دوربین رد نکرده 500 دوباره دوربین بعدی باز 500 تومن، دوباره دوربین بعدی 500 تا تومن. تهران بودی به ماشین بلی آره دیگه کلم بودیش بده کنم بودیم. فقط تهران به اینجا نبونه اونا جریمه نه. کجا داریم؟ تو به دوربین بیا. اما باز ما پیشرو در انتقال ویروس کرونا هستیم و کرونا روز به روز پیشرفت میکند. الان هم دم در نشستیم ببینیم مسئول دیگر چه میگوید. الان ما این وسط ایستا کنیم چون ندونیم بیرون بریم میایم بر بریم. خب بخاطر خب به نظر من اگر ابتدا به حساب هر خانواده 5 میلیون پول واریز میکردن و چند ماهی رو به مردم میگفتن از خانه بیرون نیایید، الان 7 جد کرونا مرده بود و دوباره همه چی به روزهای گذشته برمیگشت. البته امیدوارم سکه، دلار و ماشین هم به روزهای گذشته برگردد. این بود انشای من. استاد چطور بود؟ استاد خیلی داره اون دله داره استاد چطور بود؟ خوب بود؟ خوب بود به نظر من آقا ویر عالی بایه بعد چه متوجه نمونه ته با این مغز معیوبه 18 نمره داد 18 استاد چرا 20 ندادیم؟ ته با 18 آدم نه 18 معدل بیا باشه استاد دستمون در نکن اب نداره استاد بفهم شینی میفهم هستش باشه استاد شینی خنه استاد این خدمت اینا رو تعارف نکن خب تنشان بخونده اسم تمام بایه اسم جمع کن بوشه سر الو استاد قطع بس میشه استاد علگی استاد برق ما رفت اینترنت ما قطع شد اوف خسته من مکرس آنلاینم سخت و واحد برق برده تموم باید اینترنت برقم تو دست نه اینترنت دست گرش داشتیم بزنگ در بیا ما ول چیکار آقام رو نوبری آقا حرف زنی ممکن خدا نگردی ویروس داری پخش باشه باشه صورت بشه بله دوستان بریم بخش بعدی رو ببینیم اینجا شما کم تخمه بخیر پرتقال کجوه؟ پرتقال جو ام بابشم بفهمی؟ کولک نمک ندانی؟ کولک نمک چیه؟ با پرتقال